سلام دوستان، مولایی هستم، مدرس، کارشناس و مشاور املاک و مستقلات. ملکتون رو دارین میفروشین و یه نفر میاد اونجا چک صیادی به شما میده، چک هم ثبت میکنه، ولی شما چون طرفو نمیشناسین خیالتون راحت نیست و میخواین خیالتون راحت بشه بابت چک ایشون. یه کد 16 رقمی بالای چک هست، اونو بفرستین به 701 از طریق پیامک به شما میگن که وضعیت اعتباری ایشون سفید، زرد، نارنجی، قهوه‌ای یا قرمز. حالا اگه سفید بود که خیلی عالیه، اصلا چک برگشتی نداشت. اگر زرد بود یه دونه چک برگشتی داشته. اگر نارنجی بود 2 تا 4 تا چک برگشتی داشته. اگر قهوه‌ای بود 5 تا 10 تا چک برگشتی داشته. اگر قرمز بود وضعیت خیلی خرابه، 10 تا به بالا چک برگشتی داشته. یا میرین داخل سایت اعتبار سنجی چک صیادی و اونجا یه شناسه 16 رقمی از شما خواسته، اون شناسه 16 رقمی رو وارد میکنین، پایین یه حاصل جمع داره، اون حاصل جمع رو انجام میدین، داخل اون کادر خودش مینویسین، بررسی رو میزنین و اونجا هم باز همین رنگ بندی رو بهتون میگه. پیروز باشید.